کوروش گفت هر انسانی حق انتخاب و کرامت داره. این سخن هزاران سال پیش از اون که غرب یا دیگران به فکر آزادی زن بیفتند در ایران گفته شد. وقتی زن و آفرینش زن و حق و حقوق زن از سرفصل‌های اسناد تاریخی در پادشاهی ایران هست، شکوهی انکار ناشدنی و نشانه‌ای از تمدن و نگاه بسیار بسیار فاخر به جایگاه زن. نه فقط بحث برابری یا عدالت، ارزش انسان رو باید به بها و اندازه ارزش جایگاهش نامرز نهاد. وقتی کوروش از رواداری و آزادی و حق انتخاب صحبت میکنه و به عنوان یک پادشاه وظیفه خودش رو دفاع از این آزادی و حق انتخاب میدونه، اینجا میفهمیم که فریاد زن زندگی آزادی همون آیین و منش کوروش بزرگ هست. کافی بود کمی دقت کنیم. پس زنان و دختران ایران باید بدونن امروز فریاد زن ایرانی ادامه همون آیین کوروشه و فراخوان ما در پیوند جنبش مهسا و خیزش زن زندگی آزادی در راه کوروش یک حرکت کور نیست. هوشمندانه ترین و اصیل ترین نگاه به جایگاه زن رو ما در نگاه کوروش میبینیم که همه ایرانیان رو از جمله زنان، دختران تا ارتشیان و مادران دادخواه رو میتونیم به این نقطه مشترک فرا بخوریم.